بعضی برادرها خواهش کردند که درباره نعمت شوهر، یعنی شوهرم مقصد نعمت است، شما درباره نعمت شوهرم برای زنهای امروزه گویند که مقصد به قدر مردها نمیرسند. ولی من در حدیث دیدم، حدیث جناب امام مسلم با روایت عبدالله ابن عمر، پیامبر گفتند الدنیا متاع و خیر متاع دنیا المرأة الصالحه. دیگر حدیث انما الدنیا متاع وليس من متاع دنیا شیء افضل من المرأة الصالحه. پیامبر گفته است دنیا اگر متاع باشد، بهترین متاع دنیا این زن صالح است. پیامبر گفته است در دنیا هیچ نعمت بهتر از نعمت زن صالحه نیست. یعنی چگونه ای که زن صالحه هم خواهرای عزیز نعمت هست، مردکا هم باید وقتی که صاحب زن شدن با زنداریشون شکرگزاری کنن، زنها هم باید با شوهرداریشون شکرگزاری کنن. ولی در حدیث خواندم که پیامبر من طرف زنها گشت گفت یا معشر النساء تصدقنا و اکثرن من الاستغفار. گویا زنها صدقه کنین و استغفرالله بسیار بگین. فانی رأیتکن اکثر اهل النار. زیرا من بسیاری از نفرهایی را که در دوزخ دیدم نگاه کردم که از زمره زنها بودند. قالت امرأة منهن، میگه بعد یک زن از همو بین گفت ما لنا یا رسول الله، حضرت برای چی اکثر اهل عذاب زنها بودن؟ گفتن تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. دو چیز گفتن پیامبرمون. یکم گفتن که شما با زبانهاتون بسیار گفتن آزار میتین. حتی میدونیم برادر عزیز که بعضی از مادرها را برادرها حکایت میکنن، میگه که زنها میگه فرزندای خودشون میگه بعد پدرت لعنت، فرزندای خودشون میگه حرامی، فرزندای خودشون میگه که تو مقصد انا بگیم تا یک نام بسیار زیشت میگیرن، مقصد تو امو اولاد حرامای، یعنی نسبت میتن به اولاد مردکش. یا اینکه چه حقارت هایی که امروز خواهرای عزیز به خدای مهربان قسم، با والله بالله تالله من هر روزم نباشد هفته ده حتما یک یا دو نفر جوان مردا زنگ میزنن که زن من گفت در دهن پدرت فلان، در دهن مادرت فلان، در دهن خودت فلان، در دهن اکا و خواهر اولادت فلان. داملا مقصد همی نکاح ما چی می شود، زندگی ما چی می شود؟ پیامبر گفت که انا از همین حسابی لعنت گفتن تان، از حساب انا همین حقارت کردن تان، من دیدم که اکثر عذابی در جهنم از حساب زنها بود. دویم گفت چیزی که دیدم زنها را دوزخ می برد، این چی بود؟ تکفرن العشیر، یعنی به نعمت شوهر شکرگزاری نمیکنن. ولی در این مسئله چه شکرگزاری نعمت. ولی ممکن همون خواهری که مرا سوال داده است صدای مرا شنوه، گفت من در 27م، یک تاکی دیگر زنگ گفت من در 34م. داملا یگان آدمی مرید داری، یگان آدمی مقصد مناسب باشد، یک آدمی خوب باشد که مقصد آخی ما از حساب خوشروگی هم کمی نداریم، آخی کسب هم داریم، مقصد روزمان هم گذرانده هم میتونیم. همین قدری که عمرمان رفته است فرزند، ما مثال در آرزوی فرزند ما یک فرزند شوه از ما هم. داملا این مسئله در مرا یاردم کنیم. انایره همون خواهرای شوهرداری که در پیشون شوهرانو شکرگزاریشون نمیکنن، اینها را گوش کنید که اینها خواهش دارن خیلی کنم به فرزندا از دیگرها فرزند میگیرن، حتی یه حرامی را میگیرن کلان میکنن که ما به قدر فرزندای خودمان نمیرسیم. انایی به شوهرها را بینه که
آرزو دارن، هوس دارن که روز شهر تا میگذرانم. همین قایی که مقصد از همه یک فرزند حلال شوه و منم مقصد صاحب یک زندگی شم. ولی بسیاری برادرها حتی میگه هیچی کم بود، تمام شرایط، حتی بگیم در دستامون همون دستامون از سیدکه و همون از بار اوچکنی را حتی دستامون هم جای سیدکه و بریدگی های، لیکن هیچ قدری در خانه نداره. نه خواهرای عزیز، پیامبر نازنین میگو که ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. اگر زن ای دنیا بگذره مردک شمی قپرسن امی زن راضی هستی یا نه؟ همین مردک صدقم بگه، ای روی تری شرم مردم نه، از روی که یک مردم نخندم نه، امی صدقم بگه من از امی زنک راضیم، خدا امی زنک رحمت و مغفرت کنه. پیامبر گفت که همه درهای جنت، 8 در جنت های از کدامش که میخوای داخل شد. بین از همه عبادت بالاتر انامین است که وقتی شوهر از تو راضی میشه. من در همین حیات خواهرای عزیز، مرا یک جوانی گو بیا بریم این پدری مرا یک مقصد مصلحت بته دانلو که بسیار گریه میکنه برای مادرم. من وقتی رفتم مرده که گریهش برای زنک دیدم، به نام خدای مهربان قسم بار اول دیدم. مرده که چی مثال وادار کرد که گریه میکنه، انمو خدمت های نیکی زنک. میگه این قدر زنی خوب بود، میگه باور کنید، میگه اگر گناهگار نشم خیلی که یک مادر فرزندش دوست میداره، انمی زن مرا میگه خیلی دوست میداشت، نوازیشو میکرد، همین قدر نگاه و بینو میکرد. میگه حاضر میگه همون مرده است، مقصد همین فرزندام در پیش مای میگم رنگ یک آدمی صغیره یان، یک آدمی بی‌صاحبم. وقتی این خیل مرد اگر بگه این زن این مرد دستش برداره و دعا کنه، شما میدانید که این مقام و منزلت زن در پیش خدا چقدر بلند میشه. برای همین به قدر شوهراتون خواهرای عزیز برسید، شوهراتون را دوست بدارید، شوهراتون را احترام کنید، حالتهای شوهرها را هم بدانید. بسیاری از زنها مقصد برادرها از مهاجرت هم زنگ میزنند که با زنهامون مقصد بگو شدیم، خیلی میگاز وضعیت بیزه بای، اینای بیماری آمد از کار نیست و از اوجا طلب کرده سای، میفهمونیم نمیفهمن. خواهرای عزیز کمی صبر کنید. خواهرای عزیز مقصد دشواری بر بالای شوهراتان نیارین. شما میدانید که وقتی که با شوهرت تو جنجال میکنی، خدای مهربان میگه حورهای جنتی را، همون حورهایی که پگاه مرده که تو اوار نکاح کرده در جنت میگیره، همه را جمع میکرده است. میگفته است بیایید حال مردک تا در دنیا ببینید که زنش با او چگونه معامله داره. میگه وقتی میآید میگه لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلک الله. میگه وقتی که این گپزنی را به تلفن گوش میکنه یا جنجال تا در خانه میبینه، بعد اونها از او طرف، او زنها حورهای جنتی که در زیباگی هم از شما در زیبا هم، در اخلاق هم از شما بالا هم، ببین او چی میگن؟ ای زنی دنیایی لا تؤذیه، این مردک آزار نته، این مردک ناراحت نکو، این مردک غمدار نکو، این مردک غضبناک نکو، قاتلک الله. ببین از همونجا ایستاده، از جنت ایستاده دعای بدت میکنه، خدا تو را هلاک کنه. فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. این پیش تو در مهمان است. اونها میگن زود است که این کنار ما میآید، زود است که این پیش ما میآید. برای من خواهر عزیز این سخنها را قدر کن. این سخنها همه سخنهای کتاب است. من برای راحت هم دنیا و هم آخرتت گفتیستم. من هم چطور مسلمانی برای مسلمان بودنت گفتیستم که از این نصیحت ها استفاده بر برای 4 روزه حیاتت مقصد آخرت از دست نتی. بسیاری زنها زنگ میزنن داملا همون او دنیا دا همین شوهرها هم قطعی مانه، ولی اگر به شرطی که شوهرت راضی کرده باشید، اگر شوهر از تو منتدار باشه، در همون دنیا هم همین مردک همراه تای. برای همین کاری کن،
این دنیادم ای دست نتیش، اون دنیادم از دست نتیش. رنگی زنهایی که صحابه احترام میکردن مردکارا دوستداری میکردن. شما میدونید خواهر عزیز، من از گویم شما را باورتونم نمیاد. میگه وقتی مردک میومد چلی که حاضر ما را یک مهمان نگاه میکنیم، میگه رنگی را یک مهمان نگاه میکرد. وقتی میدرامد رنگی مهمان قبولش میکرد. پشتی میگه دستی مردکش بوسه میکرد. که یک بارک همیتا یک کو بیاد بیار از روز همو عروسی تا امروزه یگان بار پشتی همو دستی مردک تا بوسه کرده یا نه؟ بعد از این میگه می آورد آب نانش میداد. میگه برای وقتی مردکش خوش شدن در پیش مردکش میگه رقص میکرد که وقتی مردکش خوش شود. شما از این زنهای صحابه عبرت بگیرین. همه برای چی میکردن؟ میدونین برای چی میکردن؟ برای که اونها میدانستن که الله و پیامبر او گفتگی است که خوشنودی دل ای رضاگی الله است. برای این گپ میزدن، برای این کار میکردن. الله مهربان توفیق تان بده خواهر عزیز.